این 5 تا گزینه رو درست بچینی تو اسنایپر مولتی همه رو میبری. اینم بهت بگم که آقا هیچ کامنتی ازت نمیخوام، فقط ازت میخوام این ویدیو رو لایک بکنی و اگر دنبال آموزش‌های خفن برای مولتی و بتل و اتچمنت‌های خفن هستی فقط پیج منو فالو کن. اگرم فکر می‌کنی رفیقات اسنایپر خوبی نیستن، این ویدیو رو براشون بفرست یه چیزی بیاد دستشون دیگه. آموزشو دارم میگم. اینم بگم که 2 تا تنظیمات آخر از همش مهمتره. اول وارد تنظیمات بیسیک میشی، ام پی مود، ایم اسیست و آر فایر رو حتما آن میکنی. گزینه بعدی به خاطر اینکه جلوی انمی موومنت خوبی داشته باشی بعد بین گان تو نایف سری سویش بکنی، پس این گزینه رو حتما آن کن. خیلی هم اصلا دوست دارن دارک اسکوپ و فست اسکوپ بزنن ولی نمیدونن این تیک ای دی اس رو بعد بزنن تپ ان هولد تا بتونن همچین حرکتی بزنن. و اما گزینه آخر که 100% بعد آن باشه بچه‌ها، قسمت آدیو ان گرافیک قسمت مولتی پلییر ریالیستیک اسکوپ، این تیکم آن بذاری. قول میدم بهت با هاد 4 انگشتی 1 ساعت توش ایونت تمرین کنی اسم پلیر شدی. هاد 4 انگشتی هم داخل پیش از سربازتونم.